assalomu alaykum shunavandagani muhtaram. Mavzui imrozi ma doir ba fan metodiki korhoy tarbiyaviy doir ba mavzui faoliyat rahbari sinf dar sistemi kor tarbiyaviy dar maktab. Doir ba mavzu naqshoy zirin ovarda shuda ast. Naqshi avvali naqsh rahbari sinf dar tashkili kor tarbiya. Duyum naqsha talabot oid va baland baroshtini samaranoki faoliyati tarbiyaviy rahbari sinf va seyim naqsha rahbari sinf avvalin tarbiyatkar va murabbiy xonandagon. Behtarin sarvat in aql va donish است. Buzurgtarin meros tarbiyai خوب است. Buzurgtarin faqri in besavodi است. گفت محترم پرزیدنت شوکت میرزیف. پداگوگی را که با جمعی خوانندگان درجه، سن سال و دانششان یخیله رهبری میکنند، راهبر صنف مینامند. مقصد اساسی راهبر صنف از آن عبارت است که خواننده و پداگوگ در جریان تربیت درستی خوانندگان یکدیگر را فهمیده توانند. در مکتب خوانندگان توسط کار راهبر صنف تربیت کرده می شوند. خصوصا خوانندگان توسط چاره‌بینی ها، کنسرت ها، شبنشین های گوناگون، واخواری ها، آزمون ها و بازی های دیگر تربیت می یابند و این مناسبت قابلیت تفکری خوانندگان انکشاف می یابد. نقش راهبر صنف در تشکیل کار تربیت. راهبر صنف نظارتچی آن اشتراک خوانندگان را در جریان تعلیم تامین می کند. دوامات را نظارت می کند و مهیا نمودن شرایط ضروری خوانندگان یاری می رساند. مناسبت خوانندگان را با پدر و مادران و اعضایان جمعیت معین می کند. بی‌پروایی و جریان تعلیم، بی‌مسئولیتی، بی‌حرمتی نسبت به همصنفان معلمان، مغروری به خوانندگان یک به یک کار می کند. راهبر صنف شناسایی با مملکت علم، شوق و هوس و میل خواهش خوانش را تشکیل می کند. پدر و مادران و خوانندگان را با طلبات و خوانندگان شناس می کند. کار تربیوی را تشکیل می کند و خوانندگان در کار مستقلانه یاری می رساند. راهبر صنف معلم اخلاقی، نمونوی، معنوی می باشد. در معاملات بین خوانندگان و حل اختلافات که بین خوانندگان و آموزگاران به وجود می آید، هنگام رعایت ترتیبات داخلی در روند تعلیم به آنها کمک می رساند که معیارهای ضروری اجرا کنند. خودداری، مدنیت رفتار را می آموزاند. در موضوعهای آداب صحبت می گذراند و خوانندگان که معیارهای اخلاقی ترتیبات داخلی ویران کردند یا ویران می کنند، کار انفرادی می کنند. آید به حقوق و عهدهدارهای آنها صحبت‌های انفرادی و گروهی می گذراند. با انتظام آنها بها می دهد. چاره‌بینی‌های گوناگون تشکیل می کند. در موضوعهای اخلاقی، اجتماعی، حقوقی صحبت می نماید. راهبر صنف صاحب مدنیت جریان تعلیم و تربیت را در اساس ارزش‌های عموم بشری و مدنی تشکیل می کند. اکسکورسیا تشکیل می کنند. با همراهی خوانندگان با تئاترها، موزه‌ها می روند. در موضوعهای مدنی شب‌نشینی‌ها و صحبت‌ها می گذرانند. در مکتب چاره‌بینی‌های تربیوی، بحث و مناظره ها می گذرانند. راهبر صنف پداگوگ اجتماعی است. به حل معماهای گوناگون اجتماعی خوانندگان کمک می رساند. برای معاشرت بین همدیگر در خانه و مکتب شرایط فراهم می آورد. حقوق خوانندگان را حفظ می کند. ملکه های حیات جمعیت را در خوانندگان تشکل می دهد. راهبر صنف دوست نزدیکی خوانندگان می باشد. آن با خوانندگان و مشغولیت‌های گوناگون یاری می‌رساند. در غمخواری در حق خوانندگان اشتراک می‌کند. تشکیل فعالیت ایجادی جمعی را در گروه تشکیل می‌کند. با خوانندگان در کار تربیوی یاری می‌رساند. فهمش، بهادهی خوب، توجه به فعالیت، صحبت، آموزش، بازی‌ها با دانشجویان انفرادی می‌برد و کار می‌کند. صفت‌های عمومی شخصی راهبر صنف از اینها می‌بارند: دانش عمیق، فعال، تشبثکار، دسترس، خود را دست گرفته تواند، هماهنگی، مستقل، مشاهده شونده، ایجادکار، استوار و باید اینتلکت شود. فعالیت راهبر صنف سرساحه و پرمضمون است. آن بغیر از تعلیم و تربیت خوانندگان صنفی که راهبری میکنند
باز یک مسئله مرکبتری دارد که در دوام سال خوانش یا چهاریک که کار باید کرد، حیات بچگان را چگونه مشغول شود و نمود انتخاب کرده کار چطور به جا آورد. در این باره با راهبر صنف ذخیره های گوناگون یاری می‌رساند. راهبر صنف همچون شخصی که پداگوگ ها، پدر و مادران و خوانندگان را با هم پیوسته است، باید نقطه نظر همه طرف ها را به عنوان گیرد. عملیات را در یک مرکز متحد نماید و درستی مناسبت های همدیگری تاثیر رساند و در عین زمان وی باید قابل باشد موقع خود را روشن تامین نماید. راهبر صنف برای به خوانندگان دانش مکمل دادن و فعال گرداندن قابلیت تفکری آنها همیشه غمخواری میکند. حتی در صنف هایی که مهارت بلند دارد کوشش کردن لازم است که در بچه ها شوق و هوس و مهر و محبت علم را نسبت به آنها انکشاف داده صفت تعلیم تربیه بهتر کرده شود. در مکتب ها به دست آوردن مهارت بلند، درستی به راه ماندن تعلیم و تربیه در مکتب همچون مسئله دیداکتیکی وابسته است. در جریان خوانش در خوانندگان پروریدن خصلت های مهنت دوستی، دقت و ادراک بر این صفت های برای موفقیت از خود کردن دانش یاری می‌رساند. برای برداشتن مدنیت کاری تربیوی وظیفه اساسی راهبر صنف و معلم از آن عبارت است که به هر یک خواننده فکر کردن را یاد دهد، در کودکان تشکل دادن صفت‌های برای تعلیم ضروری، از قبل برطرف کردن دشواری‌های خوانش، خواندن و مستقلانه کار کردن با کتاب، اجرای وظیفه خانگی، در عمل تطبیق نمودن دانش‌های گرفته‌شان مهم است. خلاصه عمومی که چنین را گفتن است که راهبر صنف مسئله‌های تربیوی را نه تنها بلکه در همراهی با دیگر معلمانی که در این صنف‌ها درس می‌دهند حل می‌کند. همکاری راهبر صنف و دیگر معلمانی که در یک صنف کار می‌کنند در کار تعلیم و تربیه و عمل برآوردن طلبات یگانه نسبت به خوانندگان، یاری همدیگر با همدیگر صفت تعلیم